با سلام خدمت دانش آموزان عزیز. اولین درس از فصل 1 با عنوان راهبردهای حل مسئله. قبل از اینکه راهبردهای حل مسئله رو بگیم، بیایم اول روش حل کردن مسئله ریاضی رو بررسی کنیم. برای اینکه ما یه مسئله ریاضی رو حل کنیم، گام اول باید اصلا مسئله را بفهمیم. پس اولش مسئله را بفهمیم، یا در حقیقت فهم مسئله. ببینید برای اینکه ما بفهمیم مثلا مسئله رو فهمیدیم یا نه، چجوری چیکار کنیم، چجوری بفهمیم مسئله رو. وقتی میخوایم ببینیم فهمیدیم یا نه، راهش اینه که وقتی مسئله رو خوندین، کتاب دفتر هر چه بود بستین، بتونیم به صورت کاملا ساده و روان بتونیم بگیم که مسئله چی به ما داده و چی از ما میخواد. این خیلی مهمه. متاسفانه اشکالی که از خیلی از دانش آموزا دارن اینه که هنوز طرف مسئله را نفهمیده، میخواد بره دنبال حل کردنش. پس گام اول باید مسئله را بفهمیم که دقیقاً چی داره به ما میده، چی از ما میخواد. گام دوم انتخاب راهبرد یا روش. راهبرد یا روش. بعد از اینکه مسئله را فهمیدیم باید ببینیم که از چه راهی ما میخوایم مسئله را حل کنیم، با چه روشی ما میخوایم مسئله را حلش کنیم. حل کردن مسئله 8 مورد وجود داره براش که حالا در بخش‌های بعدی بهش میرسیم، که با توجه به تمرین و تکرارهایی که کردیم سریع متوجه میشیم که فلان مسئله را باید با فلان روش حلش کرد. گام سوم حل مسئله. شما مسئله تو فهمیدی، روشت هم انتخاب کردی، میای با استفاده از این روش یا راهبردی که انتخاب کردی مسئله را حلش میکنی. متاسفانه خیلی از دانش آموزان به این نقطه که میرسن، مسئله که حل شد میرن سراغ سوال بعدی، در حالی که یک گام فوق العاده مهم، شاید مهمترین بخش این قسمت همین قسمت 4 که ما باید بیایم یه بازگشت به عقب بزنیم، ببینیم مسئله چی ازمون خواسته بود، چیا بهمون داده و ما چی کار کردیم. پس یه بار میایم عقب، از اول مسئله را ببینیم چی بهمون داده، چی ازمون میخواد، من چه راهی انتخاب کردم، چه جوری مسئله ما حلش کردم. اگه همه چیش اوکی بود این سراغ مسئله بعدی. پس این قسمت بازگشت به عقب باید جدی بگیریم. مهمترین بخش توی این 4 تا یکی فهمیدن مسئله و یکی بازگشت به عقبه. متاسفانه خیلی از ماها وقتی میخوایم مسئله حل کنیم به این اولیه 4 دقت نمی‌کنیم، سریع میخوایم فقط مسئله رو حل کنیم. حتی خیلی از وقتا به روش هم فکر نمی‌کنیم، یعنی بوده مسئله به ما داده بشه و بیایم با یه راه خیلی سخت به جواب برسیم. اگه ما قبلش فکر کرده باشیم بهترین راه و آسون ترین راه ها انتخاب کرده باشیم، خب کار خودمون هم برای حل مسئله راحت تر. اما بریم سراغ انتخاب راهبرد. ببینید برای اینکه ما یه مسئله را حلش بکنیم 8 راه وجود داره. روش اول رسم شکل. روش دوم الگو سازی. حالا اینا رو تک به تک انشاءالله توی این جلسه و جلسات بعد در رابطه باش صحبت میکنیم. روش بعدی حذف حالات نامطلوب. روش بعدی روش الگویابی. روش بعد روش حدس و آزمایش. روش بعدی روش زیر مسئله. بعدی
حل مسئله ساده تر و آخریش روش های نمادین یا همون در حقیقت معادله که انشاءالله تو فصل های بعد بهش میرسیم. پس ما اومدیم گفتیم اول بعد مسئله رو خوب بفهمیم، بعد بیایم یه روش رو خوب انتخاب کنیم از بین این 8 روش که گفتیم، بعد مسئله رو حلش کنیم با استفاده از این روش که خودمون انتخابش کردیم و بعد یه بازگشت به عقب بزنیم که ببینیم که مسئله چی به ما داده بود، چی از ما خواسته، من چه راه انتخاب کردم و چه جوری حلش کردم. این روند حل رو یه بار تستش کنیم. اما بریم سراغ اولین روش رسم شکل. اولین راه بردمون رسم شکل. ببینید خیلی از وقتا مسائل اگه ما بیام یه شکلی براش بکشیم بهتر مسئله رو میفهمیم، بهتر میفهمیم میخوایم چی بهمون داده و ما چی کار باید انجام بدیم. خیلی وقتا که ما شکل نکشیم برای مسئله امکان داره به خطا بریم. یادتون مثالی که الان میگم خطاهایی که امکان داره رخ بده رو بهش میپردازیم. اما قبل از که مثال بگم دقت داشته باشیم برای روش رسم شکل اون شکلی که شما رسم میکنی یه شکل کاملا ساده باشه. مثلا اگر که گفتیم مساحت یه باغچه رو به دست بیار، لازم نیست حالا چون اسم باغچه اومدی بیایم گل درخت بکشی، خیلی ساده مثلا یه مستطیل میکشی. سعی کنین توی روش رسم شکل شکلی که میکشیم هم خیلی ساده باشه هم خیلی گویا، قشنگ توی شکل مشخص باشه که مسئله چی به من داده چی از من میخواد. زیاد مسئله و شکل بدون شلوغش نکنیم. مثلا یه مثال بزنیم که ببینیم روش رسم شکل به چه دردی میخوره، چرا ما باید شکل بکشیم. فرض کنید یه توپ داشته باشیم از فاصله 20 متری زمین رهاش کنیم پایین. یه توپ دارم از فاصله 20 متری زمین رها میشه پایین. هر بار که این توپ به زمین میخوره نصف ارتفاع قبلیش بالا میره، یعنی حالا که خورد به زمین چند متر بالا میره؟ 10 متر. از ما خواسته حساب کنین که تو 3 باری که توپ به زمین میخوره توپ چقدر مسیر طی میکنه، چند متر مسیر طی میکنه. پس ببینید یه توپ داریم از فاصله 20 متری زمین رهاش میکنیم، وقتی میخوره به زمین نصف ارتفاع قبلش میاد بالا، دوباره میخوره زمین نصف ارتفاع قبلش میاد بالا. میخواد ببینه سومین باری که این به زمین میخوره بعد از این سومین بار کل از همون اول تا آخری چند متر توپ ما مسیر طی کرد. ببینید همینجوری که ما شکل نکشیم امکان داره به اشتباه بیفتیم، بگیم خب بار اول 20 متر پس بار دوم میشه 10 متر پس بار سوم میشه 5 متر پس میشه 35 متر، در حالی که این جواب اشتباهه. حالا ما با شکل توضیح میدیم ببینیم اشکال ما کجا بوده. ببینید وقتی از 20 متری توپ رها میشه میفته زمین، گفتیم نصف ارتفاع قبلیش میاد بالا، یعنی چقدر؟ 10 متر. اینم اولین باره بود که به زمین خورد. خب توپی که 10 متر اومده بالا که نمیتونه دوباره 5 متر بره بالا، بعد این 10 متر رو برگرده، پس یه 10 متر توپ من برمیگرده برای دومین بار به زمین میخوره و دوباره میاد بالا. حالا چند متر میاد بالا؟ نصف ارتفاع قبلیش، نصف 10 تا میشه چقدر؟ 5. توپ رفته بالا، بعد این مسافتش تا زمین دوباره طی کنه، پس دوباره 5 متر میخوره میاد زمین به سمت پایین میاد و این میشه سومین باری که توپ من به زمین میخوره. حالا ببینید کلا چند بار توپ من چند متر طی کرده. یه 20 متر اول کار بوده، یه 10 متر رفته بالا، یه 10 متر اومده پایین، یه 5 متر رفته بالا، یه 5 متر اومده پایین. پس ببینید ما اشکالمون اینجا بود که یک بار حساب کردیم 10 و 5 شده که 2 تا 10 و 2 تا 5 داریم. توپ من چند متر طی کرده؟ 50 متر. 2 تا مثال دیگه هم توی کتابتون صفحه 2 هست که انشاءالله حتی 3 تا مثال هست. یه نمونهشو ما حل کردیم،
دو تا مثال دیگه هم هست که اینا رو انشاءالله حل میکنید و برام توی برنامه شاد یا واتساپ میفرستید. اگر هم قراره حضور تشریف بیاریم مدرسه که لازم به فرستادنش نیست. اما بریم سراغ روش دوم، روش الگوسازی. روش بعدی روش الگوسازی. روش الگوسازی اینو خوب دقت کنید. روش الگوسازی وقتی استفاده میشه که من بخوام تعداد حالات ممکن رو بشمارم. برای شمردن تعداد حالات ممکن استفاده میشه. ببینید یه مثال براتون بزنم. فرض کنید مثلا بهتون گفته با انگشتان یک دست به چند روش میشه عدد دو رو نشون داد. خب یکی میگه به این صورت، به این صورت، فرض کنید به این صورت، به این صورت های مختلفی میشه عدد دو رو نشون داد. ما میخوایم کل این حالت ها چند تاست. روش الگو سازی به ما کمک میکنه که یک، همه حالات را بشماریم، یعنی هیچ حالتی از دست ندیم، جا نندازیم، و دو، کمک میکنه که هر حالت فقط یک بار تکرارش کنیم. دو بار، سه بار یه روش، یک نحوه نشون دادن رو تکرارش نکنیم. خب مثلا این سوال ما میخوایم حلش کنیم. ببین چه کار میکنیم. باید کاری نظم داشته باشه. در حقیقت روش الگو سازی میاد یه نظم به ما میده که ما این حالات ها به ترتیب بشماریم. ما یکی از انگشتامون رو به عنوان انگشت پایه و انگشت دیگه رو به عنوان انگشت متغیر در نظر میگیریم. ببینید مثلا من اسم اینو میذارم یک، این دو، این سه، این چهار، اینم پنج. اول اینو میگیرم انگشت پایه. خب انگشت پایه، پس یک رو من گرفتم فعلا انگشت پایه. خب یک یه بار میتونه با دو بیاد، یک یه بار میتونه با سه بیاد، یک یه بار میتونه با چهار بیاد و یک یه بار میتونه با پنج بیاد. پس متغیرهای من میتونه باشه دو، سه، چهار، پنج. که این تعداد حالاتش چقدر شد؟ 4 تا. انگشت یک کارش تموم شد. میام سراغ انگشت دو. دو یه بار میتونه با سه بیاد، دو یه بار میتونه با چهار بیاد، دو یه بار میتونه با پنج بیاد. پس دو یه بار با سه، یه بار با چهار، یه بار با پنج. چند تا حالت؟ 3 تا. بیام سراغ انگشت سه. انگشت سه یه بار میتونه با چهار بیاد، یه بار میتونه با پنج بیاد. که اینم میشه 2 حالت. بریم سراغ انگشت چهار. چهار فقط میتونه با چی بیاد؟ با پنج. اینم میشه یه حالت. شاید دانش آموز باید سوال پیش بیاد. خب چرا من وقتی گفتم 4 دیگه نمیدم با 3 در نظر بگیرم؟ چون 3 و با 4 یه بار در نظر گرفته بودی. یا وقتی مثلا گفتم 2 با 4 چرا دیگه نمیدم میگم 4 و 2؟ چون تکراریه. چرا من 4 و 2 رو نگفتم؟ چون یه بار قبلا 2 و 4 رو در نظر گرفتم. گفتیم ما همه حالت ها رو باید یک بار در نظر بگیریم، هیچ حالتی هم از دست ندیم. خب این 4 3 2 1 کلا جمع اینا میشه چقدر؟ 10 تا. این یعنی چی؟ یعنی من به 10 روش میتونم عدد 2 رو با انگشتان دستم نشون بدم. این سوال خیلی مهمیه، معمولا توی امتحان ها ازش سوال میاد. اما مثلا فرض کنید یه مثال دیگه. یه فرض کنید که شما وارد یه تاکسی میشین، چند تا 50 تومانی مثلا دارین، چند تا سکه 100 تومانی دارین. فرض کنید که کرایه تاکسی میشه مثلا 500 تومان. به شما میگه به چند روش شما وقتی فرض کنید یه مشت 100 تومانی، یه مشت هم 50 دارین، به چند روش میتونی این کرایه تاکسی که 500 تومان شده را حسابش کنیم. ببینید ما وقتی میخوایم حسابش کنیم، ما یه 100 تومانی داریم گفتیم، یه 50 تومانی. اگر من نخوام اصلا 100 تومانی بدم، یعنی تعداد 100 تومانی هم صفر باشه، چند تا 50 تومانی باید بدم تا 500 راننده رو بدم؟ 10 تا 50 تومان. درسته؟ 10 تا 50 تومان میشه چقدر؟ 500 تومان. اگر دو تا دونه، اگه بخشید یه دونه صدی بدم،
اگه یه دونه 100 بدم چقدر که از پول میمونه؟ از 500 میمونه 400 تومن. 400 تومن چند تا 50 تومن میشه 400 تومن؟ 8. ببینیم پس این یه روش، این یه روش. اگه 100 تومن یا ما 2 تا بهش بدم 300 تومن دیگه میمونه که 300 تومن هم میشه 6 تا 50 تومن. اگر 3 تا 100 بدم 200 تومن دیگه میمونه، 200 هم میشه 4 تا 50. اگر 4 تا 100 تومنی بدم یه 100 تومن فقط میمونه که اون 100 تومن هم میشه 2 تا 50. و اگر یه دونه 100 تومنی بدم، ببخشید اگر 5 تا 100 تومن بدم میشه 500 تومن دیگه، نیازی به 50 تومنی هم نیست. پس من اگه خواستم کرایه تاکسی حساب کنم، ببینید یه روش، 2 روش، 3 روش، 4 روش، 5 روش و 6 روش من میتونم پول راننده تاکسی را پرداخت کنم. مطمئنم باش غیر از این 6 روشی که گفتیم به هیچ عنوان هیچ روش دیگه ای وجود نداره. بریم با یه نظم رفتیم جلو. 0 1 2 3 4 5. نمیدونم از 0 یه برم 4 یه برم 1 به ترتیب. ببین گفتم یه نظم باید توش به کار بره. مثلا انگشتان دست نمیدونم این دفعه از مثلا 4 شروع کنم، این از 1 شروع کردم، 2 و 3 و اینا رو باش رفتم، بعد اومدم 2 رو باش تعداد حالاتشو مردم، بعد 3 4 بعد تعداد حالاتی ممکنه ما به دستش آوردم. فعلا تا اینجا تا پایان صفحه 3 کافیه دانش آموزا محبت کنن این سوالاتی صفحه 2 و سوالاتی که صفحه 3 هست حل کنن. اگر